ویدیو میخوام راجع به رادیکال های آزاد صحبت کنم و بگم اصلا رادیکال های آزاد چی هستن. رادیکال های آزاد محصولات سمی هستن که از متابولیسم اکسیژن ایجاد میشه. یعنی چی؟ ممکنه شما یه جایی بخونید ROS یعنی ریاکتیو اکسیژن اسپیس یا همون رادیکال آزاد، مخففش هست ROS ها چی هستن؟ اتم یا مولکول هایی هستن که در هوا وجود دارن. هوایی که ما نفس میکشیم رادیکال آزاد توش وجود داره، سیگاری که میکشیم رادیکال آزاد توش وجود داره، غذایی که میخوریم رادیکال آزاد وجود داره. این مولکول ها یه هسته دارن و یه مدار که دور این مدار الکترون ها میچرخن. تمام الکترون هایی که دارن به صورت جفت شده است، یعنی دو تا الکترون که دارن هم قرار داره. اما این رادیکال های آزاد یه جایی مدارشون الکترونی که قرار داده تکیه و در این صورت ما میگیم که رادیکال آزاد ناپایداره. چرا؟ چون الکترونش اینجا جفت نشده است و این دنبال الکترونی میگرده که بیاد توی مدار قرار شده و اون الکترونش رو جفت کنه. پس در نهایت میره سراغ مولکول های دیگه، میگه تو الکترون داری، خب بیارتش به من که من جفت بشم و پایدار بشم. به خاطر همین به مولکول های دیگه آسیب میزنه و باعث آسیب سلولی میشه. حالا نکته ای که هست در این مورد آنتی اکسیدان میاد. آنتی اکسیدان چیه؟ آنتی اکسیدان کارش اینه که اون الکترونی که در واقع رادیکال آزاد از دست داده رو بهش بده و الکترونشون رو جفت کنه. برای همینه که ما میگیم رادیکال های آزاد اگر در فضا زیاد بشن و وارد بدن ما بشن باعث تخریب سلولی میشن. چرا؟ چون دنبال یه الکترون میگرده که خودش رو پایدار کنه و در اون صورت ما باید از آنتی اکسیدان استفاده کنیم. مثل چی؟ مثل ویتامین C یا هر آنتی اکسیدان دیگه. اون آنتی اکسیدان میاد اون الکترونی که ROS یا رادیکال آزاد از دست داده رو بهش میده و اون رو پایدار میکنه و باعث میشه که رادیکال آزاد به پوست ما آسیب نزنه. پس این رادیکال آزاد چی شد؟ یه مولکوله که در مدار خودش الکترون‌هاش همه جفت شده است ولی گاهن یه الکترون جفت نشده داره که الکترونش رو از دست داده. میاد داخل پوست یا هر محیط دیگه‌ای دنبال الکترونی میگرده که بتونه جفتش کنه و در اون لحظه آنتی اکسیدان میاد اون الکترونی که از دست داده رو به رادیکال آزاد میده و الکترونش رو جفت میکنه و پایدارش میکنه و باعث میشه که رادیکال آزاد دیگه به سلول آسیب نزنه. حواستون باشه اگر این رادیکال های آزاد توی پوست زیاد بشن باعث تخریب سلولی میشن و وقتی که باعث تخریب سلولی بشن اتفاقی که میفته تنش اکسیداتیو اتفاق میفته. پس اگر واژه تنش اکسیداتیو رو شنیدی بدون که اونجا رادیکال آزاد زیاد شده و الکترونش پایدار نشده و داره آسیب میزنه و تخریب سلولی اتفاق میفته و برای این لحظه ما باید از آنتی اکسیدان ها استفاده کنیم که اون رادیکال های آزاد رو مهار کنن. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر دوست داشتین حتما نظرتون رو برای من زیر کامنت کنید.